سخن خداوند قرآن است، بیهوده در قرآن نیست. انه من لدن حکیم علیم. خداوندی که پاک است محال است به جانشین ناپاک افتخار کند. خداوندی که کریم است، سخاوتمند است، محال است به جانشین بخیل و دیدن تنگ و حسود افتخار کند. این صفتهایی که میگویم اگر در ما و شما بندگان خدا باشد، رابطه ما و شما با خدا قیچی می شود. دیگر من و تو به عنوان خلیفه و جانشین خدا نیستیم. امروزه چقدر جهل در عالم اسلامی حاکم است، چقدر بی‌حکمتی حاکم است، چقدر بخل و حسادت حاکم است. خداوند صبور است. محال است که جانشین کم ظرفیت و بی‌طاقت و کم حوصله بپسندد و بهش افتخار کند. جانشین خدا هم باید سعی صدر داشته باشد، صبر و حوصله داشته باشد، صبور باشد، شکیبا باشد. پس خداوند تنها دوستی است که خواهان رشد و توسعه دوستانش هست و از رشد و ترقی و توسعه بندگانش خوشحال می شود، خرسند می شود، به وحشت می آید. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره این چنین می فرمایند: الله ولی الذین آمنوا، اعلام دوستی. الله ولی الذین آمنوا. چه شخصیتی بدون این که تو اعلام دوستی بکنید یا قبل از این که من و تو اعلام دوستی با این بزرگ و عظیم بکنیم، این بزرگ و عظیمی که از من و تو بی‌نیازه و رب العالمین اعلام دوستی کرده، نباید به این دوستی افتخار بکنیم؟ میگوین یک مأمور ساده، یک گروبان ابراز علاقه کرده، از تو سوال کرده. رئیس پاسگاه حالت پرسیده، حال من پرسیده. فلان مأمور امنیتی اطلاعاتی سراغ تو گرفته، به بزرگی به خوبی یادت کرده، منو یاد کرده، پس من قوی و قدرتمندم، تکیهگاه قوی دارم. کدوم تکیهگاهی بالاتر از رب العالمین؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. کدوم دوستی پایدارتر و با دوامتر از دوستی الله؟ الله اعلام کرده و اقدام کرده و مطرح کرده دوستی خودش، اما گفته با کسانی که ایمان آوردند. الله ولی الذین، الله دوست کسانی است که چه کار انجام میدهند؟ دوست احمقها، جاهلان، کودنها، نفهمها، ناپاکها. هر جای لفظ ایمان و مؤمن در قرآن آمده به معنی تعقله. در قرآن 64 خطاب ویژه آمده، یا ایها الذین آمنو. همه مفسرین میگن که هر جایی که خداوند گفته یا ایها الذین آمنو، یعنی ای عقلا، ای اهل خرد. انسان مؤمن نمی شود تا اینکه عاقل بشود. تشخیص دادن این که رب العالمین ربته، این تعقل میخواهد، وگرنه باید گاو بپرستید، وگرنه باید موش بپرستید، وگرنه باید آتش بپرستید که توسط آب خاموش میشود، وگرنه معبودهای فناپذیر باید داشته باشید و این دور از تعقله. مشهور است که روزی عربی از عرب جاهلیت مکه اول صبح و اول روز